نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون ریاضی صنف دهم میخوانیم. این درس ما درباره استدلال مثال نقض شامل صفحه 401 الی 402 کتاب ریاضی صنف دهم هست. در فصل منطق ریاضی، آخرین فصل کتاب ریاضیتان، ما یک نوع دیگه ای از استدلال را میخوانیم. شما میفهمین که منطق ریاضی روی استدلال استوار هست که ما بتانیم یک موضوع را ثبوت کنیم و این حالت انواع مختلف داشت که امروز استدلال مثال نقض را میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شما باید آشنا شوین که خود عنوان درس ما چی معنا داره، تعریف درس امروز ما چی هست و چطور میتونیم که مثال براش بتیم. شاگردای عزیز، من باز هم از یک مثال خیلی ساده شروع میکنم. یک قسم براتون میگم، از یک بحث خیلی ساده شروع میکنم. عنوان ما را میفهمیم که استدلال مثال نقض هست. من اشاره کردم براتون استدلال مثال نقض عنوان درس هست. اگر در نظر داشته باشین با ضرب المثل که خیلی از شما آشنا هستین، یا یک قسم گفتم میتونم همه تان آشنا هستین. شاگردای عزیز، ما همیشه یک ضرب المثل استفاده میکنیم و میگیم مشت نمونه خروار هست. اگر به یاد داشته باشین روزهای پیش من همین ضرب المثل بر شما به کار گرفته بودم. شاگردای عزیز، وقتی بحث ما روی استدلال استقرایی بود، من براتون گفته بودم که مشت نمونه خروار خیلی به او بحث صدق میکنه. اما حالا یک ارتباط بین این ضرب المثل و عنوان درس امروز ما هم وجود داره. من میخوایم این بار برای شما مثالی که میتونم روی همین جمله مشت نمونه خروار برعکس روزهای قبلی باشه. مثلا من روزهای پیش بر شما یک قسم میگفتم اگر ما سوالی را کار میکنیم مرتبط با مبحث ریاضی و در اون سوال ما یک نتیجه را میگیم اگر نمونه بزرگ را هم در نظر بگیریم، این موضوع به نمونه بزرگ هم صدق میکنه. یا یک قسم براتون میگم، ما میگفتیم هرگاه ما حاصل جمع اعداد طاق طبیعی متوالی را به دست بیاریم، مربع کامل اعداد طبیعی به دست میآید. نمونه کوچک کار میکردیم، میگفتیم این موضوع مرتبط هست با نمونه بزرگ و با او صدق داره. یعنی ما از روی نمونه کوچک نتیجه گیری میکردیم و همون موضوع مثبت را برای نمونه بزرگ هم در نظر میگرفتیم. اما بحث امروز ما این قسم نیست. شاگردای عزیز، در استدلال مثال نقض ما گپت یک قسم میگیم. ما بر شما اینطور میگم. شاگردای عزیز، مثلا بحث را میبریم به طرف زراعت. اگر یک شخصی بالای زمین‌های زراعتی در یک منطقه کار میکنه، حاصلاتی را که به دست میاره، مثلا میگیم 10 زمین هست، حاصل زمین اولش دارای محصولات خراب هست. من درباره زمین‌های زراعتی بحث کردم. زمین‌های زراعتی مثال ما هست و میگیم که حاصلات زمین اول، فکر کنین از 1 الی 10 زمین هست. حاصلات زمین اول که همه این زمین ها هم کنار هم قرار داره بسیار خراب بوده. بنابر دلایل آب خراب بود، هوا خراب بود، یا مثلا رسیدگی نمیشد، دهقان به وقت به اونا کود نمیداد. هر موضوعی که هست با ما مرتبط نیست، ما میخوایم این موضوع را بگوییم که حاصل گفته شده که حاصل خوبی نیست. اگر بر شما لفظ یا کلمه خرابه به کار نبرم و بیام به جاش بگویم که حاصلات زمین اول به کیفیت بود، این قسم مناسب تر هست. از نظر کیفیت خیلی پایین بود. شاگردای عزیز، پس من میگم بی کیفیت بود. حالا ما میخواییم حاصلات زمین های دیگر را یک پیش بینی کنیم. یعنی من بر شما یک قسم میگم، آیا من گفتم میتونم با وجود از اینکه میفهمم حاصلات زمین اول بی کیفیت بوده، من گفتم میتونم که حاصلات زمین دوم الی نهم با کیفیت هست؟ سوال از شما
آیا حاصلات زمین های دوم، سوم، چهارم، پنجم الی نهم یک سوال هست. اگر همه ایتان خوب فکر کنین، مثالی که من دادم و جوابش هم میفهمیدم، اگر این نامش نمونه کوچک بانم، نمونه کوچک ما یک موضوع منفی را ارائه میکنه. شاگرد عزیز، به این سوالی که من از شما پرسیدم هم یک نمونه بزرگ را نشان میده، یعنی همه زمین ها را نشان میده. اگر ما بیایم همین قسم یک ادعا کنم و بگویم که حاصلات زمین اول بی کیفیت بود اما حاصلات دیگه زمین ها با کیفیت می باشه، اینی جمله‌ای که من استفاده کردم یک بود منفی را نشان میده. دیگه من بود مثبت در نظر نمیگیرم یا یک قسم براتون میگم نتیجه گیری ما مشابه جمله قبلیم نیست. نتیجه گیری که من داشتم مشابه به خود موضوعی که مرتبط به حاصلات زمین اول بوده نمی باشه. اینجا هست که استدلال مثال نقص برای ما کمک میکنه. شاگرد عزیز، من میخوایم بر شما درباره استدلال مثال نقص تعریفی داشته باشم تا اینکه شما دیگه کاملی موضوع را بفهمید. شاگرد عزیز، من یک مثال کار میکنم روی هر موضوعی که باشه. مثال را که کار کردم با مثال نشان میتم که نتیجه گیری کلی نادرست هست یا هم غلط هست. یا یک قسم براتون ساده میگم شاگرد عزیز، من میگم با مثالی که کار میکنم، مثالی را که نشان میتم بر شما، مثالی را که بیان میکنم بر شما، نادرستی یک ادعا را نشان داده میشه ده او نادرستی ادعا را مده او بیان میکنم. همین موضوع به نام مثال نقص یاد میشه. خب شاگرد عزیز، پس بحث بسیار ساده هست. ما بر شما یک بار دیگه هم تعریف میکنم، میگم که هرگاه با مثالی نشان دهیم که نتیجه گیری کلی نادرست و یا غلط هست و نادرستی ادعا را نشان بدیم به نام مثال نقص یاد میشه. بر شما مثال کار میکنم. من میخوایم با این مثال نشان بدم که نتیجه گیری کلی نادرست یا غلط هست. یا این قسم براتون میگم، من میخوایم نشان بدم که ادعای نادرست هست. نادرستی یک ادعا را من میخوایم نشان بدم، ثابت کنم و بر شما ای را بفهمونم که گپ این قسم نیست و ای را من به نام مثال نقص یاد کردم. شاگرد عزیز، یک مثال در کتاب شما آمده و میگه ما توسط یک مثال نشان میتیم که اعداد x و y اعداد ناطق هستند. شاگرد عزیز، در یک از مثال های کتاب شما گفته شده به خاطر اثبات مسئله‌ای که مرتبط به مثال نقص هست، سوال قسمی است. شاگرد عزیز، ما میخوایم یک موضوع را بیان کنیم. هرگاه در نظر بگیریم که x و y وجود داره، x و y اعدادی می باشه که غیر ناطق هست. اگر ادعای وجود داشته باشه که x و y جمع میشه هم غیر ناطق هست، ما میخوایم من این موضوع را این قسم به شما به اثبات برسانم که x و y اگر همون اعدادی که هست ما با هم جمع کنم، حاصل جمعشان یا مجموعهشان عدد غیر ناطق نمیشه، عدد ناطق به دست میآید. همین کاری که من میکنم، همین مثالی که کار میکنم و با همین مثال بر شما این را نشان میتم که نتیجه گیری کلی نادرست هست، غلط هست. نادرستی ادعای قبلی را من میخوایم ثابت کنم، این را به نام استدلال مثال نقص کار میکنیم یا به همین شکل بیان میکنیم. پس شاگردای عزیز، من میخوایم همین گپی که براتون گفتم را ثبوت کنم، واضح بسازم، به او خاطر مثال نوشته میکنم. عدد x و y باید دو عددی باشه که هر کدام اینا اعداد ناطق هستن. پس من دو عدد ناطق نوشته میکنم، یک جمع جذر 2، y را هم نوشته میکنم یک منفی جذر 2. اگر از شما بپرسم آیا x و y ما اعداد غیر ناطق هست؟ طبعا که دیگه شما اعداد غیر ناطق را میشناسین، اعدادی که به صورت جذری باشه. هرگاه عددی داشته باشیم که تحت جذر بود، ما به نام عدد غیر ناطق یاد کردم میتونم. طبعا اعداد x ما هم و اعداد y ما هم اعداد غیر ناطق هست. این قسمت را ما میفهمیم. سوالی که برای ما داده شده بود هم امیگه گفته بود، گفته که x و y اعداد غیر ناطق هست. اما برای ما میگفتن که
اعداد غیر ناطق x و y اگر با هم دیگه جمع هم شود باز هم عدد سومی که به دست میآید او هم عدد غیر ناطق هست. من آمدم و گفتم که من میخوایم نادرستی این ادعا را ثابت کنم چون این قسم گپ نیست. حالا به خاطر که کار انجام بتم باید همین مثال را کار کنیم. شاگرد عزیز من میایم x را جمع y میکنم. در نتیجه گفتم میتونم x ما هست 1 جمع جذر 2 این را جمع میکنم همراه با y ما هست 1 منفی جذر 2. شاگرد عزیز شما خوب دقت داشته باشین اینجا مثبت جذر 2 دارم اینجا منفی جذر 2 با هم دیگه مشابه هستن، علامه ها خلاف علامه هست، هر دوشم یکسان هست، پس مثبت جذر 2 منفی جذر 2 صفر میشه. این قسم براتون میگم از جذر 2 که جذر 2 بره صفر چیزی باقی نمیمونه. در نتیجه اینجا من دارم 1 جمع 1 جمع 1 چند میشه؟ 2 میشه. جواب ما 2 برآمد. یعنی x جمع 2 چند شد؟ x جمع 2 ما جمع y ما چند شد؟ 2 شد. ما x جمع y را به دست آوردم 2. حالا چی میگیم شاگرد عزیز؟ حالا میگیم x جمع y ما 2 برآمده. 2 عدد غیر ناطق نیست. همه شما میفهمین دیگه که 2 عدد ناطق هست. پس ما تانستم نادرستی ادعا را ثابت کنم. هرگاه 2 عدد x و y اعداد غیر ناطق باشه مجموعه اونا یا حاصل جمع اونا عدد ناطق هست. من نادرستی ادعا را ثابت کردم و این موضوع را به نام استدلال مثال نقص یاد کرده میتونیم. این بود درس امروز ما شاگرد عزیز. به طور کلی میگیم هرگاه با مثال نشان بدیم که نتیجه گیری کلی نادرست هست، غلط هست، نادرستی ادعا را نشان بدیم به نام مثال نقص یاد میشه. این بود درس امروز ما. از همتون خواهشمند هستم که درس را تکرار داشته باشین، آمادگی بگیرین که روز بعدی یک درس جدید را بخوانیم. شاگرد عزیز کارخانگی شما حل تمرین صفحه 402 کتابتان هست، در کتابچه‌هایتان حل میکنین و با خود میارین. تا درس جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.